شام 27 دکامبر سال 2023 در شهر مکه عربستان سعودی یک گروه زایران از تاجیکستان و مالایزیا زیر ضربه تندر و چراغک ماندند. در نتیجه این آفت طبیعی 5 زایر، 3 نفر از مالایزیا و 2 زایر تاجیک در جای حادثه جان داده، یک زایر دیگر تاجیک را در حالت وزنین به بیمارستان انتقال دادند. درباره شخصیت 2 زایر دیگر تاجیک که بر اثر ضربه تندر و چراغک در مکه یکیش کشته و دومی زخمی شدند معلومات به دست نرسیده است، ولی بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، یکی دیگر از زایران در مکه هلاک شده زیداللایف علیشیر سیدویچ سال تولدش 1997 پدر 2 فرزند زاده دهه غلبه دره موچخر و نویه نورآباد بوده است. علیشیر زیداللایف در شهر یکاترینبورگ روسیه در یک دکان گوشت فروشی کار میکرد و به گفته نزدیکانش یگان 2 روز قبل از یکاترینبورگ با نیت حج عمره به عربستان سعودی سفر کرده بود. شام 27 دکامبر تندر و چراغک سخت میزند و 6 زایر، 3 نفر از مالایزیا و 3 نفر از تاجیکستان زیر این آفت طبیعی ماندند. برادر ما علیشیر و یک تاجیک دیگر همچنین اون 3 نفر دیگر از مالایزیا در همان جا به خاک سپردند. یک تاجیک دیگر در حالت وزنین در بیمارستان قرار دارد. یک گروه برادران ما از جمله مولا اسدالله و مولا قندیل همانجا در مکه بودند و گفتند که امروز قربانی های این آفت را در همانجا در مکه به خاک می سپارند. چون این مرگ در خانه خدا لایق هر کس نمی شود و ما هم راضی شدیم که در خانه خدا به خاک بسپارند علیشیر ما را. نقل کرد در صحبت با بامداد یکی از نزدیکان مرحوم علیشیر زیاداللایف.